برای ورزش انجام بدید یه خسته نباشید بگید خودتون رو معرفی کنین و از مسابقات برامون اعلام کنید چطور عرضم حضور شما که الان سلام خدمت تمام ایرانیانی که داخل تورنتو هستن، هموطنان عزیز. اینجا کلابی هست که باز کردن آقای عظیم و به قول معروف خواستن که از بچه‌ها که دور هم جمع بشیم و مسابقه پینگ پونگ دوستانه با هم دیگه داشته باشیم. رو همین حساب ما هم قبول کردیم و با افتخار اومدیم خدمتشون که امروز بازی کردیم. از نظر کیفیت بازی ها بچه‌های خوبی اومدن، بازیکنان خوبی اومدن که اکثرا همیشه در یک جا نیستن. اینجا جایی شد که اینا همه دور هم جمع شدن و بازی خوبی کردیم. بازی هم که به نظر من خوب برگزار کردن و شما خودتون میایید در طول هفته خودتون بازی میکنید کسانی هستید که اینجا؟ والا حقیقتش بحث بکنم برای اینجا مشاغل کاری زیاد هست ولی فرصتی پیش بیاد چرا که نه میام و با بچه‌ها بازی کنم. چگونه از این اومدم بازی هم کردم این دو دفعه. تو فقط به خاطر که یه خورده دانتون یه خورده مسئولم ولی با وجود اینم باز مراسم گذاشته بودم. چگونه از این اطلاع پیدا کردی از این مسابقات؟ آگهی آقای عظیم من دیدم داخل دنیای ورزش که ایشون گفته بودن که آره کلاب ورزشی باز کردن که شامل پینگ پونگ میشه و مسابقات فوتبال داخل سالن و رشته‌های دیگه که میخواد ادامه پیدا بکنه، کاراته و این رشته‌ها که گفتم برم ببینم که چجوری هست و چه چیزی ازشون داخل دنیای ورزش. خیلی متشکرم. خودتون هم معرفی کنید. من علی صادقی فر هستم از ماسکو. بله، بعد شما به رفتیم برای فینال دیگه. بله، الان اینطوری که معلوم شده من برای فینال رو چگونه می‌بینید؟ فینال بازی سخت‌تری هست. آقای گل محمدی هستن، ایشون هم یکی از بازیکنان خوب تورنتویی هستن و تا ببینیم چه پیش بیاد. ما سعی خودمون رو می‌کنیم، ان شاءالله سعیشون می‌کنن، ان شاءالله که بازی خوبی باشه. ان شاءالله که ببینیمتون در قهرمانی. موفق باشید. خیلی متشکرم.